نمی صرف. آقا متین از آمریکا اومده، حواست باشه. آمریکا اصلا همچین برندی نداره. شما آمریکا رفتی؟ نه. آقا متین برق نمیافته؟ خیالت راحت. اونجوری برق میافته. بلدی به خودت بزن. لباس ما رو خراب کردی. سرمه ایه. خب چشم ایسو. لباسم سفید بود. خب چیز اومدی دیدم پوستت سبز است، کفشات هم اشکی، گفتم به اسرائیل بیشتر میای قشنگ. آقا صادقی این کی آماده میشه؟ یه ما دیگه. من 2 روزه نبود. چرا یه ما دیگه؟ چون من قیافت حل نکردم. باید ببینیم بابا مردی من گرما. سلام عزیزم جون. خوشویی می‌خواستم. در خدمت تو هستم. من برم یه هفته دیگه بیام آماده. چه خبر یه هفته؟ مگه عرفش یه هفته نیست؟ عرف چیه بابا؟ تا شما بشین تو ماشین بریم سر کوچه یه قهوه با هم بزنیم، میگم بچه‌ها زیر نیم ساعت آماده کنه. مهدی این همه سفارش گرفتی پودرمون تموم شد. ما یه دستشویی بزن. داداش خراب میشه. بزن بابا چک داریم. آقا صادقی اتو چنده؟ عادی 200 اتو پرس 1.500. چه فرقی میکنه؟ عادی و شاگردم میزنه. اونو خودتون میزنی؟ نه دیگه اونم شاگردم میزنه دیگه. 2 هفته دیگه آماده است ان مهدی مگه یه روزه آماده نمیشه؟ آره. چرا گفتی 2 هفته؟ آخر هفته تولد پسرم، من همینو میپوشم. آقا متین لباس من آستین بلنده. مبارکت بشه. آستین کوتاه داده بودم. خب حلقه ای بهت ندادم که آسین بلندم، تازه بیشترم دادم بابا. آقا صادقی قیمت خوشویی چنده؟ بستگی داره کجا میخوای بپوشی. مگه فرقی هم داره؟ بله قیمت‌ها متفاوته، عروسی ختنه سرون آقا تولد. بس نوع شستن فرق میکنه. نه. و فرقش تو چیه؟ قیمتش دیگه. آقا متین پیرنمو چقدر میشه؟ با خوشکن خوشه یا نور آفتاب؟ نور آفتاب. خدمت شما هست. چرا میدیش به من؟ من اینجا آفتاب دارم، باید ببری خونه‌تون پهنش کنی دیگه. داش مهدی مخلصم. آقا مهدی ما رو راه بندازی که علافمون کردی. من راه نمی‌ندازم، ببینم چیکار می‌خوای بکنی. آقا اصلا سر تو گوشی خاموش نمیشه. پسر خوب گوشیم ریلمی 3071 6000 میلی آمپر هم باتریشه. یه ساعت بزنم شارژ 2 روز میتونم اینجا استفاده کنم علافت کنم. نه بابا. چون تو تازه مسابقه هم دارن، کلی جایزه دارن.